بارا میگیم که میگیم خوک در بالاش چپه میشه از میون پایونش سه چهار جای همون میونش میشکنه ما برآمدگی از میون پایون کار نمیکنن. از همه برادرو کمک طلب دارم. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. دوستان عزیز، پروردگار نگهبان هر یک کدام شما باشه که همیشه دعاگوی ما هستی، در بر ما هستی. الحمدلله در کارهای خیری که ما میکنیم به خاطر خدا و به خاطر مردم نیازمند، الحمدلله همه وقت در بر ما هستی. امروز هم که در تاجیکستان عزیز خدمت باشیم، ان شاء الله حرکت میکنیم که مردمی که در حقیقت نیاز دارن، مثلا نیازمندن، فراموش نکرده همه وقت در برشون باشیم. امروز این یک برادر ما اکای ایدیبک هست که از ناحیه کویبش پیشینه از عبدالرحمن جمعیت، درست؟ بله برادر ما را که در ویدیوهای اکای شیرالی دیده مقصد توش تاکسی در پارت افته بود، همون سوم مبلغی که مقصد در کار بود این برادر جمع نشید. با کدام خاطر برادر که مقصد چی در داره خودش اول گپ زنه، بعد من نشون میدم درش چیکار کردن در کار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام و برادران مهربان، پدران، مادران، اکاهان، دادران، اپاهان، خواهران، امیدوار هستم در هر جای باشید صحتمند، سربلند و آباد باشید. بر رضاگی خداوند و سبب خداوند و کمک الله مهربان ما یک چند قطعه پیش بود در اکای شرالی ما ویدیو کردیم. الحمدلله بر کمکی احتیاجمند هستیم. ما راستی گپ نه اکا نه دادر نداریم. اولش آخرش خداوند ما 2014 همی در بر ما نصیب شد، یعنی که باره در بالای ما چپه شد. الحمدلله 7 سال شد ما بیماری جاگه هستیم، یعنی فلج هستیم، از نفت پایان کار نمیکند. اول آخر خداوند از همه برادرو کمک طلب دارم که به سبب بالانس رفتنم در حق من بتوانید کمکی و دستیاری برسونید که ما بالانس بریم. راستی گپ پاهم ورم کردین. خب برادر عزیز، دوستان عزیز، برادر ما وقتی که 2014 میروه مقصد ایدم زندگیش بارا میگیم که میگیم خوک در بالاش چپه میشه از میون پایونش سه چهار جای همون میونش میشکنه. خلاصه برادر ما پیشتر بیان نگاه کن. از این مقصد همون چی آبی که در درون هسته با واسطه همین شلنگ میبراین در این بخلچکه از 2014 تا حاضر رحمت کنه پدر مادر اویله شکی مقصد خدمتش کرده شده و پاها از کار برآمدگیان. نگاه کنه برادرها چقدر ورم پاها خیلی ورم که خیلی یا مقصد هر کس گفت فهمیده و به این درد تون میگن که تو هم تشنه نمونی به قدر اون میرسی. دوستان عزیز، پاها ای کار تماما برآمدگی از میون پایان کار نمیکنن. باز ما سبب سوم جمع کنی چی بود که اکای دیبک ما را حرکت کنیم به خاطر الله. 1 سومای 10 سومای 4 روبل داره کدمایی که اگر کی خواهش میکنم سوم نداره، امکانات شرایطی اگر خیر کردن نداره، به خاطر الله یکم درجه دعاگو باشه و زور تو نمیاد. گفتم یک گپ منصور مقصد اکای منصور گپ خوب داره که نه بنزین میره نه سلرکای نه میگابایت همه میگیره استوری ایموها تو واتساپ تو مقصد اگر کدام اینستاگرام داشته باشی 100,000 50,000 20,000 پادپیش خواهش میکنم این اینستاگرام این یوتیوب ایو همش روز ایدبین میروان ای سری ما میمونن چی میمونه فقط کاری خیر مو، یعنی کار خیر همین برادری که در حقیقتا نیازمند هستن، در حقیقتا محتاج هسته که نه اکا داره نه دادر هیچ که نداره، یک پدر پیر داره و همسرش یگان کس در این نداره در ناحیه عبدالرحمن جامی. من رقمش در اینجا میمونم در روی اکران، رقمای کارتش، رقمای واتساپ ایموش اینا در کاغذ نوشتگی میشه که تو بفهمی پیشتر بیار بگیرش. این همین رقمای هم برادران. مقصد خواهش میکنم که با از در روی اکران میمونم 1 روبل 10 روبل چقدر میتونی خواهش میکنم در همین کارت همین برادر پارت. دوستان عزیز، ما خدمت شهر غرم ناحیه غرم هستیم که الحمدلله حرکت میکنیم که تمام جای تاجیکستان فرق نداره، برای که ما همون یکم درجه مسلمانی و دیم درجه تاجیک ملت پرستی در کار نیست. حرکت ناحیه اکدم ناحیه که اگر با ما زنگ زدن امکانیتی رفتن داشته باشیم ان شاء الله به خاطر الله کمک ما چی میشه. ما یه ویدیو میکنیم میمونیم به خواست خدا اولش پروردگار و دیگه شما دوستان عزیز همین برادرها و خواهرای نیازمند ان شاء الله یاردم میکنیم. من میدونم که ان شاء الله طول 1 سال شد که ما خیلی مردم یاردم کردیم، همه وقت در بر ما بودیم. میدونم که ان شاء الله ده همیشه مقصد ناامید نمیکنه، حرکت میکنه که همه پادریت سکنه تونسته ان شاء الله دمی کارتاش کارتای چیه دوشنبه سیتیه. متاسفانه در مخم کارتای زبیربند داریم نمیمونیم، برای گپ چپ مردم هم میدونیم دوشنبه سیتی خود چه خواهش میکنم کدوم میتونی با اون دوشنبه سیتی کدومش نمیتونی رقمای تلفنش هستن که زنگش میزنی با نام فامیلش رو میکنی ان شاء الله نور علی نور میشه. اکا جون یگان سخنگی اگر بگوی. یا پروردگارا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد و آل اصحاب اجمعین. اللهم مهربان از درگاه تو امیدوار هستم چی پدر است، مادر است، اکه است، دادر است، اپا است، خواهر است، به سبب تو به کمک تو خدایا در حق ما کمکی و دستیاری میرسانند. خدایا که ویدیوی ما را تا دیگر دوستان و برادران و رفیقان میرسانند. خدایا که هم دعا مینن هم کمکی و دستیاری مینن ویدیوی ما را تا دیگر دوستان و رفیقان و برادران میرسانند. الله مهربان گذشتگانی اولین تا آخرین شو رحمت و مغفرت بگردان. الله مهربان فرزنداش و عمری با برکت و تنی صحت و سلامتی عطا بگردان. الله مهربان کل بیمارا را همگیش را خدای بیمارا اسلامی را شفای کامل شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. الله مهربان مهاجرا در مهاجرت هستند. خدای مهربان برای کارشان بگردان، کشایش کارشان بگردان، تنی صحتشان بگردان، سلامت و سربلند و آبادشان بگردان. الله مهربان ساق بردی سلامت خدای تو خودت قادر هستی، رازق هستی، دانه هستی، شنوا هستی. ساق بردی سلامت دوباره خدای نصیب خاندان شد به دستی پر بلاوی خنده عطاشون بگردان. الله مهربان از درگاه تو امیدوار هستم که اینا یک بابا جان در حق ما ای خودی مسکو آمد یعنی کمک و دستیاری بسوی ما پروردگار مهربان گذشتگانی اولین تا آخرین رحمت و مغفرت بگردان. الله مهربان فرزنداش و عمری با برکت و تنی صحت سلامت بگردان. الله مهربان جز ذاتی تو کسی نداریم یعنی اکه شرالی هم در حق ما کمکی و دستیاری رسان. الله مهربان اکه شرالی هم عمری با برکت تنی صحت سلامتی خوشی نصیب شون بگردان. الله مهربان پدر و مادرش را پروردگار عمری با برکت و تنی صحت سلامت شون بگردان. الله مهربان فقط تکیه و تکیه کننده ها به تو هستیم که جز ذاتی تو کسی نداره. الله مهربان دعای ما را قبول و قبول کننده ها تو هستی. ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و قنا عذاب حسنة. الله مهربان بخیر و سلامت بگردان. برادر خاطر الله در حق ما کمک برسانه، در حق ما دستیاری برسانه و بتواند امی یعنی که اکه بابا جان پسد سکنید همه ویدیو شب پهم کنید. التماس اصلا من شما خواهشمندم خاطر الله در حق ما کمک برسانید. خب دوستان عزیز سلامت باشید. که حالی برادر دیده وزنی زندگی شدیده خیلی مشکلات بسیاری داره که در این ویدیو ما گفتن نمیتونیم. خیلی از راه دورم که اومدیم هر چی به خاطر خدا و به خاطر برادرها بود خواهش میکنم همین ویدیو را پهن کنید. از شما هم خواهش بتونید کمکش کنید. انشالله با وقت سوم جمع شید انشالله با حرکت میکنیم که بچه‌ها تا بسپاریم که چقدر به این برادر کمک رسوندن. ما در ویدیو ما در یوتیوب و در اینستاگرام انشالله میپرتیم. باقی در امان خدا. السلام علیکم. السلام علیکم برادران عزیز. فامیلم ولیوف ایدیبک حبیبلویج یکی ما بودم مثال چرس فامیل اونم گذروندم ده تانگیش نمره تلفنم پلوس 992 933 23 23 81 یعنی که واتساپ است. دامی نمره سدینیت کردگه با نام ایدیبک حبیبلو. کارتای ما دوشنبه سیتی است. با نام ایدیبک حبیبلو. تانگیش نمره ایمام پلوس 992 939 06 01 66. در این ایما دارم در نمره که 933 23 23 81 یعنی کارتم استناد کرده. کارتم دوشنبه سیتی و نام ایدیبک حبیبلو. الله شما روزی باشد.